ما بچه ها تو مدرسه خیلی چیزا یاد میگیریم، اما بعضی وقتا یا دروغ بزرگ باور میکنیم. این که اگر یه بار اشتباه کنیم دیگه آدم موفق نیستیم. یه روز تو مدرسه امتحان ریاضی داشتیم. من خیلی خونده بودم ولی یه سوال رو اشتباه زدم. وقتی برگمو گرفتم کنار اون سوال یه زبدر قرمز بزرگ بود. دلم ریخت. حس کردم دیگه من آدم باهوشی نیستم، چون تو کلاس همه فقط از نمره حرف می زدن. انگار یه غلط میتونست همه چی رو خراب کنه. وقتی اومدم خونه مامانم گفت غلط نوشتن یعنی تو یه راه جدید برای یاد گرفتن پیدا کردیم. اون روز فهمیدم اشتباه یعنی تمرین نشکست. پس بعد از هر امتحان به جای پرسیدن چند گرفتی بپرسیم کجا اشتباه کردی و چی از اون اشتباه یاد گرفتی. این سوال کوچیک میتونه اعتماد به نفس ما بچه ها رو نجات بده.